السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. این ترجمه سوره فلق میشد انشاءالله. در اینجا بعض کلمات ترجمه میکنیم انشاءالله. و این سوره فلق و سوره ناس، این هر دو سوره ها در هنگامی که پیامبر خدا صلی الله علیه و آله سحر کرده بودند همون حالت در نازل شده بود. تا که پیامبر خدا صلی الله علیه و آله این دو سوره را میخواندن و به الله پاک پناه میبردن، همون سحرشان هوی شده و نابود شده رفتن میگرفتن. الان میخوانیم و ترجمه تحت لفظی میشود تنها. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. درباره کلمه قل گفتیم که بگو، اعوذ پناه میبرم. اعوذ صیغه واحدی متکلم هست، یک انسانی سخنگوینده. اضربو افتحو گفته گذاشته بودیم در صرف. اعوذ مثلا انصرو، بگو که پناه میبرم به پروردگار فلق. فلق به معنی صبح میشد، همون صبحی که اینی که تاریکی را درانده روشنی کردن میگیره خودش، اینی که تاریکی را شکاف کردن میبرد روشنی میکند، به معنی صبح هست. بگو محمد پناه میبرم به پروردگار صبح. معناش یعنی که بگو که پناه میبرم به پروردگار صبح، یعنی که اللهی که خلق کرده است همین صبح را. من شر ما خلق، از شر اون چیزی که خلق کرده است. از شر اون چیزی که خلق کرده است مرادش این است که از تمام بدی های مخلوقات الله پناه میبرم. بگو ای محمد صلی الله علیه و آله الله پاک امر کرده است. این تعلیم برای همه ما شما است. و من شر غاسق اذا وقب. غاسق بگو که پناه میبرم از شر غاسق، از شر تاریکی شب، یعنی که اذا وقب یعنی که بگو پناه میبرم از شر شب تاریکی، همه جا رو چکند، وقب فرا بگیرد و بپوشاند. بگو پناه میبرم از شر تاریکی شب، هر وقت که فرا بگیرد و بپوشاند همه جا رو. غاسق شب تاریک رو میگن، وقب فرا بگیرد، فرا مثلا که برسد همه جا رو بپوشاند. علما میگن بر خاطر چی پیامبر خدا در یکم آیاتش الله امر کرده است که پناه ببر به پروردگار صبح و از شر همه مخلوقات و از شر تاریکی هر وقت بپوشاند همه جا رو. به خاطری که هست میگن اهل علم که وقتی که دنیا تاریک شدن گرفت، شب شدن گرفت، دیگر بگیم تمام جن ها و دیگر که هر حیوانات ضرر رسان دیگر برآمدن و به انسان ضرر رساندنش ممکن است. و من شر نفاثات، و بگو که پناه میبرم از شر نفاثات، از بدی نفاثات. نفاثات گفته جمع نفاثه هست، دمندگان میگد، یعنی که پوف کننده ها. بگو پناه میبرم از شر دمنده ها، یا اینکه پوف کننده ها در عقد، در گیره ها. مرادش این است که پناه میبرم از شر جادوگرها و فالبین ها و همین کاهین ها که در همون گیره ها پوف کرده و مردم سحر و جادو میکنن. نفاثات این بگیم که صیغه جمعی مؤنث هست. ضاربون ضاربان ضاربات. از همین چه ما از همین باب گذشتگی هستیم صرفه به خاطر به هم مثال آوردم، یعنی که از شر پوف کننده ها، دمنده ها در عقد، در گیره ها. بگو پناه میبرم از شر همین جادوگرها که پیامبر خدا صلی الله علیه و آله سحر کردن، جادو کرده بودن، و هم خاطر هر کسی که را بخونه ان شاء الله از شر همین جادوگران چیزها ان شاء الله در امن میموند. پناه میبرم از شر همین ها. به خاطری که صیغه مؤنث قطعی آورد، جمع مؤنث، به خاطر این میگن علما الله پاک ذکر کرد به همین کلمه. سبب علتش این است که اکثر جادوگرها و فالبینها زنها میشن، مردها کم میشن. این معنی ندارد که زنها همشون جادوگر بدبخت باشن، این معنی ندارد. اون جادوگرها و فالبینها اونها در کفر در آمدگی هستن الکی. خلاصه اگر که بگو پناه میبرم از شر نفاثات، پوف کننده و فی العقد، در گره، عقد گره ها میشن.
و من شر حاسدین، بگو پناه میبرم و من شر، از شر چی؟ از بدی حاسد. حاسد گفته حسد کننده. اذا حسد، هر وقت که حسد کند، یعنی وقتی انسان که به یک نفر حسد کرد و بدبینیش پیدا میشد. حسد همون رو میگه که یک نفر رو ببیند مثلا در چیزش که نباشد، در مال دنیاش است، در ماشینش، در فرزندش حسد میکنه، میگه پروردگار از بین ببره همین چیز چوره همینو، همون چیز من به من بدهد الله پاک. همین را چی میگن؟ حسد. و بگو پناه میبرم از شر حسد کننده. اذا حسد، هر وقت که حسد کند. وقتی که حسد کرد حتما ضرر میرسونه به انسان. چه خیلی یکم انسان حسد کننده خودش ضرر میبیند چون که از کار بد هست. علما میفرمایند که حسد همین یک مریضی، یک کسلی هست که انسان برده خار و ذلیل و کسلی های گوناگون گرفتار میکنه. و دیم که هست اون بر همه انسان حسد کرده شدگی هم ضرر میرسونه. آخی همون حسد کننده خودش ضرر میبینه، با اون ضرر میرسونه. چی از ضررش؟ اون از پسش هر گپ گفتنش ممکنه، از غیبت کردنش ممکنه، تهمت کردنش ممکنه، از اون بلا گرفتار کردنش ممکن است. به همین خاطر الله پاک میگه که بگو پناه ببر از شر چی؟ حسد کننده، هر وقت که حسد کند. حسد، اذا حسد، هر وقت حسد کند، فعل ماضی است. هر جایی که نفهم باشد مرحمت کنید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.